وزارت تندرستی تاجیکستان شام 29 ینور خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور 14 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در این زمان 18 نفر قبلا به این ویروس گرفتار شده از این بیماری شفا یافتند. از 21 ینور به این طرف وزارت تندرستی در عموم 202 حالت به کرونا ویروس گرفتار شدن شهروندان را تصدیق کرده است. با وجود از مریضان پر شدن بیمارخانه ها و تایید کرونا ویروس در بدن ده ها نفر از سوی آزمایشگاه خصوصی، وزارت تندرستی تاجیکستان از 20 نوامبر تا 21 ینور طی بیش از 2 ماه به این طرف آشکار شدن یگان حالت نو کرونا ویروس را در کشور اعتراف نمی‌کرد. به حساب وزارت تندرستی شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 29 ینور در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی وزارت تندرستی به 17297 نفر رسیده. از این شمار تا امروز 17096 نفر شفا یافتند و 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. به این ترتیب تا شام 29 ینور 77 نفر گرفتار کرونا ویروس در شرایط خانه و بیمارستان تحت طبابت قرار داشتند. ولی بسیاری ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف میکند. مقامات تاجیکستان واکسن را یک راه از همه مؤثر و علما ثابت شده جلوگیری از گسترش بیماری کرونا ویروس میشمارند. تاجیکستان تا امروز توسط برنامه کوواکس که تقسیم عادلانه واکسن های ضد کرونا ویروس را در بین کشورهای دارای و نادار به هدف دارد، به صورت رایگان حدود 12 میلیون وایه واکسن به دست آورده است. حالا در تاجیکستان ساکنان را به گرفتن وایه سوم واکسن تشویق کرده ایستادند.